السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفة بيت أسكت. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان من، امسال پای در پای چند از ستارگانی عالم اسلام در این مصیبت یک دم خاموش باشه. عزیزان من خاموش باشه. امسال چند نفر از ستارگان درخشانی آسمانی اسلام عزیز تاجیکستان ما سفر آخرت کردند از حضرت ایشان نظام الله خلیفه و امروز در پیش ما با جسم بیجان با دل پر حسرت یکی از ستاره های درخشان و یکی از داعی های به سوی خدا و رسول و یکی از وارثان پیغمبر و یکی از پاسبانان بوستان شریعت محمدی حاجی عبدالعزیز خوابند و سفر آخرت کردند. انا لله و انا الیه راجعون. ولو كانت الدنيا بقاء لساكن لكان رسول الله فيها مخلدا وما أحد ينجو من الموت سالما وسهم الوهلة منايا لو أصاب محمدا. عزیزان من، اگر دنیا با کسی وفا میکرد محمد آفتاب تابانی رسالت زنده این محفله که شما جمع شده فقط بر خاطر عبدالعزیز نیست، به خاطر اظهار براءت از دشمنان اسلام است، از دشمنان خدا. امروز دیدیم در سرزمین فلسطین کودکانی به صاحب 3 ساله مسلمان بمب باران شدند، اما ما خاموشیم. من از همه شما فریاد میکنم، با تمام آوازه ندا میکنم، گوید مرگ به دشمنان اسلام، خوبیای ملعون، مرگ به یاران جمچه هاشان، مرگ به کسانی که از سیاستی این دشمنای بشریت طرفداری میکنند. امروز عزیزان من، امروز ملا عبدالعزیز به همون مرگه که محمد چشید، به همون تیره که سینی محمد شکاف شد، سینه‌اش خونالود شد، دل او پرخون و لعینش بشوبه خاموش شوان به پیش پیغمبر رفتی صحبه. ولو كانت الدنيا بقاء لساكن لكان رسول الله فيها مخلدا وما أحد ينجو من الموت سالما. کسی از مرگ نجات نمی‌یابد، نه من، نه ایشان مفتی، نه ایشان سیدجان، نه دیگر از مرگ نجات نمی‌یابیم. همه ما بنابرت شربتی مرکبی، همه ما بنابرت بالای تابوت سوار به سوی خدای خود می‌ریم، پیشگاه خدا ده ما جواب میدیم. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه تفسیر آیه مبارکی فاتقوا الله در آیه حضرت می‌فرمودند، گفتند یا ابن آدم انظر بأي بدن تقف عند الله وبأي لسان تجيبه وماذا تجيبه إذا سألك عن القليل والكثير. ای بچه آدم، ای انسان، ای ایشان داملاها، ای به پیشواهای دین، شما تصور کنه، شما اندیشه کنه با کدام جسد فردا در پیشگاه خدا رو فرو میشه، با کدام زبان به سوالهای خدا جواب میده، با چی جواب میده. امروز برای اون سوالها جواب تیار کنه، امروز برای اون سوالها رو
جوابش آمادگی بینید. عزیزان من، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا فطوبى للغرباء. امروز ما غریبیم، امروز ما امت اسلام پشتبان نداریم غیر خدا. و گفتی 3 شب پیشتر رسانه های اخباری جهان یهودیت ملعون باز کریکاتوره های نوه را برای تمسخر پیغمبر شما کشیدن و اکران های تلویزیون پیشنهاد کردن. دیدید کسانی که دم از دموکراسی میزنند، کسانی که دم از برابری دین ها میزنند، کسانی که دم از صلح میزنند، امروز به قیمت ترین ناموس ما چقدر هجوم دارند، چقدر ناموس ما رو پایمال دارند. دیدید؟ ما خاموش هستیم. فردا پیغمبر چی میگوید؟ من به شورای علما خطاب میکنم، من جای ترس ندارم. من به حکومتدارا خطاب میکنم. امروز ما خاموش، امروز ما صدای ما یک اعتراض ندارند، امروز شورای علمای ما اعتراض ندارند. فردا عبدالعزیز باری پیش پیغمبر میریم، چی جواب میتیم؟ گفتی حضرتی علامه اقبال ننالم من زکس، ننالم من زکس، می نالم از خش که ما لایق قدریتون نبوده. یا رسول الله، ما لایقی امتیتون نداشتیم، اما معلصا با وجود این امت پروردگارا به حرمتش انبوهی زیادی از عاشقانی خدا و رسول جمع شدیند برای مرگ بندی تو، برای مرگ یکی از داعیان تو، برای مرگ یکی از پیشوایان دین جمع شدیند. پروردگارا به حرمت اینها اسلام عزیزه در روی جهان غالب گرد. قانون اسلام در تمام عالم حاکم گرد. پروردگارا دشمنان اسلام خواه داخلی باشد خواه خارجی. عزیزان من، من دیگر چیزی گفتنی ندارم، اما از ایشان مفتی همچون پیشوای شورای علما خواهش میکنم که جنازه عبدالعزیز که برای ما هم فرزند است در شاگرد، هم مریدان و هم وصیت خودشان، وصیتی وقت لحظه های آخرشان را به فرزندان اگر راضی باشن جنازه را من میخوانم. لیکن اینجا میبینم حضرت استاد داملا محمدی حضور دارند. رسول اکرم میگه من اما قوما و فیهم من هو خیر. در یک قوم مردم ایش جمع شوند، از اونها یک بهتره باشد، اگر آن بهتر مونن دیگر امام شود، اونها لم یزالو فی سفال. این حدیث صحیح است. اگر وارثان مرحوم راضی باشند، من جای خود نشان راضی باشند، شما راضی هستید؟ عزیز الله محمدی استاد تبارکان خانه، تبارکان خانه حضرت ایشان مفتی